از نبرد حیدر کرار با پادشاه جنیان و مسلمان کردن آنها تا حضور ظفرجنی در یاران امام حسین در روز شهادتش. ماجرای حضور لشکر جنیان در عاشورا چیست؟ چرا امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا به ظفرجنی اجازه جنگیدن نداد؟ داستان عجیب ظفرجنی در کربلا. هنگامی که واقعه جانسوز کربلا در حال وقوع بود، ظفرجنی که رئیس شیعیان جن بود، در بیابان ذات العلم برای خود مجلس عروسی برپا کرده بود و بزرگان طوایف جن را دعوت نموده بود. در همین حال ناگهان متوجه شد که از زیر تختش صدای گریه و زاری می آید. ظفرجنی گفت: کیست که در وقت شادی من گریه می کند؟ همراهان گرامی، قبل از ادامه داستان این پست رو لایک کنید و چنانچه به این سبک مطالب تاریخی و مذهبی علاقه‌مند هستید، حتما اساطیر نامه را با زدن دکمه سابسکرایب همراهی کنید تا به ادامه داستان بپردازیم. البته قبل از داستان ظفرجنی، در واقعه کربلا ابتدا به روایت و داستان نبرد امام با شاه جنیان و مسلمان کردن آنها میپردازیم و در ادامه به حضور 36,000 جن به فرماندهی جعفر در کربلا میرسیم. تا انتها با ما همراه باشید. اساطیر نامه، مروری بر تاریخ ایران. به نام خدا. وقتی که حضرت محمد از جنگ سکاسک با غنایم فراوان به همراه یارانش برمیگشتند، به زمین شوره‌زار و بی‌آب و علفی به نام بعرالعلم رسیدند. صدای جنیان و فریاد غولان بیابانی شنیده میشد. سپاه پیامبر از شدت گرما و حرارت چشمانشان تار میدید. افراد حاضر از پیامبر طلب راه حل کردند. حضرت فرمودند: آیا کسی از شما این منطقه را میشناسد؟ شخصی به نام عمر ابن امیه عرض کرد: یا رسول الله، من این وادی را میشناسم. در این بیابان هیچ پناهگاهی نیست. هیچ کس به این صحرای خوفناک نیامده مگر اینکه صدمات زیادی خورده، زیرا این مکان مقام جنیان و مسکن شیاطین و محل عبور ابلیس است. اصحاب وقتی آگاه شدند راه نجاتی را تقاضا کردند. پیامبر فرمودند: کسی هست که نشانی از آب دهد و من برای او بهشت را ضمانت کنم؟ عمر ابن امیه گفت: یا رسول الله، اینجا چاهی است که آن را بعرالعلم می‌نامند. آبی سرتر از برف دارد، اما احدی قادر نیست از آن استفاده کند، زیرا آنجا محل اجتماع جنیان است. آنها از سلیمان ابن داوود سرپیچی کردند و مردم را از آن آب منع کردند. کسی در اینجا زندگی نمی کند مگر آنکه هلاک شود و لشکری به اینجا وارد نمی شود مگر اینکه جنیان آنها را می سوزند. پیامبر فرمود: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت در بین لشکر با صدای بلند فرمود: مسلمانان، کیست که از آن چاه آبی بیاورد تا من پیش خدا برایش بهشت را ضمانت کنم؟ ابوالعاص که برادر رضایی پیامبر بود گفت: ای رسول خدا، این افتخار را به من بده، زیرا یک مرتبه دیگر هم به همراه عده زیادی بر سر این چاه رفته بودیم و هنگامی که بر سر چاه رسیدیم عفریت بزرگی از جن آشکار شد. هر کدام از ما که اسب تند روی داشت نجات یافت و ما بقی هلاک شدند. ابوالعاص دوباره گفت: یا رسول الله، من آن روز به اسلام مشرف نشده بودم و حالا که خداوند ما را به وجود شما هدایت کرده و از برکت دین اسلام مسلمان شده ام، مطمئناً به ما آسیبی نمیرسه. حضرت در حق او دعای خیر کرد و به او اجازه رفتن داد و 10 نفر از شجاعان و دلیران را با تجهیزات کامل همراهش فرستاد. وقتی که نزدیک چاه رسیدند، ناگهان عفریتی از میان چاه تنوره کشان بیرون آمد. دهانش را مانند قار باز کرد و شعله آتش از دهانش بیرون می آمد. در آن لحظه همراهانش خواستند فرار کنند که ابوالعاص فریاد زد: ای برادران،
آیا از مرگ فرار می کنید؟ در جای خود بایستید و مرا با این افریت تنها بگذارید. اگر بر او پیروز شدم که آب می آورم و اگر از دنیا رفتم سلام مرا به رسول خدا برسانید. ابوالعاص شمشیر کشید و جلو رفت. افریت فریاد زد کیستید و برای چه آمده اید؟ آیا نمیدانید در این مکان شاهان جن و افریت های سرکش جمع شدند؟ همانها که از فرمان سلیمان نبی سرکشی کردند و از دلیران و گردنکشانند؟ ابوالعاص پاسخ داد ما بزرگان مکه و حرم خداییم، آمده ایم تا از این چاه آب ببریم. کلام ابوالعاص تمام نشده بود که افریت فریادی کشید و خود را بر روی ابوالعاص انداخت. ابوالعاص مانند گنجشکی در چنگال باز گرفتار شده بود. همراهانش میگویند فقط صدای او را شنیدیم که گفت سلام مرا به رسول خدا برسانید. ما از ترس فرار کردیم. بعد که افریت درون چاه رفت برگشتیم. جنازه ابوالعاص مثل زغال سیاه شده بود. بر سر جنازه او گریه کردیم. در همین حال از میان چاه هیاهو بلند شد. گروه گروه جنیان بیرون می آمدند. ما همه پا به فرار گذاشتیم و به خدمت حضرت رسول رسیدیم. دیدیم که جبرئیل خبر شهادت ابوالعاص را به پیامبر رسانده و آن بزرگوار گریه می کند. بعد فرمود قسم به آن خدایی که جان محمد در دست اوست، الان ابوالعاص در بهشت است. آن زمان حضرت امیرالمؤمنین برای مأموریت مهمی از لشکر عقب مانده بود. وقتی که رسید عمر ابن امیه به استقبال آن حضرت رفت و جریان شهادت ابوالعاص را به ایشان گفت. اشک از چشمان مبارک علی علیه السلام جاری شد. به حضور پیامبر رفت و این مصیبت را گرامی داشت. پیامبر فرمود ابوالعاص با بدن سوخته در کنار بئرالعلم افتاده و خاکهای بیابان بر روی او می‌ریزد. حضرت عرض کرد قربانت کردم، فکری بکنید تا مسلمانان از تشنگی هلاک نشوند. آیا اجازه می دهید به میدان بروم و از چاه آب بیاورم؟ چون جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر اطلاع داده بود که این طلسم باید به دست علی شکسته شود. لذا پیامبر فرمود ای علی، به آنجا برو که خدای متعال حافظ و یار توست، ولکن باید با تو جماعتی هم باشند، مخصوصا آنها که با ابوالعاص بودند. بعد حضرت علم نصرت را به دست مبارک علی علیه السلام داد و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و در حق او دعا کرد. علی علیه السلام می رفت و یاران ملازم رکابش بودند. وقتی که از لشکرگاه دور شدند و به نزدیک چاه رسیدند، دستور داد یاران قرآن بخوانند. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهقا را می‌خواند، یعنی حق آمد و باطل را از بین برد. عمر ابن امیه میگوید از صدای رعدآسای امیرالمؤمنین زمین به لرزه درآمد. افریتی که قاتل ابوالعاص بود از چاه بیرون آمد و گفت کیستید؟ آیا نمیدانید نباید کسی به اینجا قدم بگذارد مگر آنکه هلاک شود؟ آیا سرهای انسانها را در کنار چاه نمیبینید؟ چرا عبرت نمیگیرید؟ امیرالمؤمنین نعره‌ای کشید و گفت ای شیطان، منم هلاک کننده سرکشان، متفرق کننده لشکرها، منم علی پسر ام مصطفی. چون افریت این کلمات را شنید به امام حمله کرد. میخواست کاری که با ابوالعاص کرده بود با آن حضرت نیز انجام دهد که حضرت با ذوالفقار یک ضربه هاشمی به او زد. گویا آسمان به زمین آمد. ناگهان دیدیم آن افریت دو نیم شد و به چاه افتاد. امام فرمود مشک‌ها را بیاورید. مشک‌ها را که آوردیم جنیان را دیدیم که از چاه بیرون می آمدند و آتش می پراکندند. دهانه چاه مانند آتشدانی بود که شهاب‌های فراوان از آن بیرون می زد. تمام بیابان را دود فرا گرفته بود.
حیدر کرار با صدای بلند فریاد زد: ای گروه اجنه و شیاطین، آیا بر ولی خدا سرکشی می کنید و ما را می ترسانید؟ خداوند به شما فرمود به این صورت درآیید و با من ستیز کنید؟ آیا به خدا افترا می بندید؟ اکنون من که ولی خدا هستم شما را با آتش شمشیر خود می سوزانم. پس آن بزرگوار شروع به خواندن آیاتی از سوره های محترقات و قارعات و محکمات کرد و به جنیان دمید. کم کم دودها و شرارها و صداها نابود شدند. حضرت دلو را به چاه انداخت. هنوز دلو به وسط چاه نرسیده بود که ریسمان را بریدند و آن را خالی بیرون انداختند. غضب در چهره حیدر کرار آشکار شد. سر در میان چاه کرد و گفت: ای جنی که ریسمان را بریدی و سطل آب را بیرون انداختی، بیرون بیا تا سزای عملت را ببینی. ناگهان افریتی با چهره عبوس و چشمهای برافروخته بیرون آمد. امام فرصت نداد که حمله کند. چنان بر کمرش زد که او را به دو نیم کرد. سطل آب دیگری به چاه انداخت. همین که دلو به آب رسید طناب را قطع کردند و دلو را بیرون انداختند. امام فرمود: هر یک از شما که ریسمان سطل را قطع کرده باید به مبارزه بیرون بیاید. کسی بیرون نیامد. در همین حال جنی از میان چاه فریاد زد: ای کسی که خود را از آل عدنان می شماری، اگر راست میگویی خود را به چاه بینداز. غضب از سیمای مبارک علی نمایان شد. فرمود: ای گروه شیاطین، آیا علی را از آمدن به میان چاه می ترسانید؟ آماده باشید که با ذوالفقار دو سر آمدم. سپس حیدر کرار به یارانش فرمود: مرا با این ریسمان به چاه فرو ببرید. یاران با التماس گفتند: آیا میخواهی خود را به دهان مرگ بیندازی؟ این چاه پایان ندارد. جواب رسول خدا را چه بدهیم و چگونه به صورت فرزندانت امام حسن و حسین نگاه کنیم؟ حضرت فرمود: مرا به درون چاه بیندازید وگرنه خود به چاه خواهم رفت. اصحاب دیدند چاره‌ای ندارند. ریسمان به کمر حضرت بستند و او را وارد چاه کردند. قیس بن سعد میگوید: مولا علی هنوز به وسط چاه نرسیده بود که ریسمان را بریدند و آن حضرت را به درون چاه انداختند. چون این صحنه را دیدیم ناله کردیم که پیامبر خدا عزادار شد و حسنین یتیم شدند. به سر و سینه می زدیم که در این حین صدای امیرالمؤمنین از چاه به گوش رسید که می فرمود: جاء الحق و زهق الباطل. بعد صداهایی شنیدیم که می گفت: ای پسر ابی طالب امان بده. صدای آن حضرت به گوش رسید که قسم به خدا برای شما امانی نیست تا اینکه با اخلاص بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله و عهد ببندید که بعد از این هر کس بر سر این چاه آمد که آب ببرد مانعش نشوید. و اما اوضاع پیامبر اسلام، ایشان نگران مولا علی بود که جبرئیل وارد شد، سلام خدا را رساند و عرض کرد: خداوند می‌فرماید نگران نباش، ما با چندین هزار فرشته به حمایت و یاری پسر عمت علی آمده. اگر می‌خواهید بر سر چاه تشریف ببرید. حضرت رسول فوراً با اصحاب به سمت چاه حرکت کردند و از شوق می‌گریستند. قیس بن سعد میگوید: دیدیم پیامبر اسلام تشریف آوردند در حالی که از چشمهای مبارکشان اشک می‌ریخت. پیامبر به دهانه چاه رسید که جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند میخواست فتح این چاه و قتل شیاطین سرکش را با دست علی انجام دهد، وگرنه خداوند متعال ملکی دارد که در هر لحظه جان همه این جنیان را میگیرد. پیامبر با صدای بلند علی علیه السلام را صدا کرد. حضرت جواب داد: لبیک یا رسول الله.
ناگاه دیدیم علی بر سر چاه آمد. رسول خدا پیشانی علی را بوسید و فرمود: یا علی، من خبر دهم که تو در چاه چه کردی یا خودت میگویی؟ امیرالمؤمنین فرمود: ای رسول خدا، چیزی بر شما مخفی نیست، خودتان بفرمایید. پیامبر فرمودند: یا علی، 20,000 عفریت را از دم تیغ گذراندی و مابقی جنیان امان خواستند. تو گفتی امان نیست مگر برای اهل ایمان. از روی اخلاص بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. عهد کنید که مانع استفاده از آب چاه نشوید و آنها قبول کردند و 24 قبیله از جنیان مسلمان شدند. تو سلطان آنها را کشتی و تاج شاهی را بر سر پسر تازه مسلمانش گذاشتی و او را زعفر نام نهادی و به جای پدرش بر تخت نشاندی. حدود و شرایع دین را به آنها یاد دادی و بیرون آمدی. امیرالمؤمنین عرض کرد: بله یا رسول الله، چنین بود. سپس پیامبر اکرم دستور داد سپاه آمدند و در نزدیکی چاه اقامت کردند. از آب آن چاه سیراب شدند و به چارپایان آب دادند. یک شبانه روز در آنجا به سر بردند و فردای آن روز عازم مدینه شدند. از این ماجرا 40 سال و اندی گذشت. جعفر زاهد در بحرالعلم بساط سرور و عروسی آماده کرده بود و شاهان جن و پری را دعوت کرده بود. ناگهان شنید در زیر تختش 2 نفر جنی بسیار حزین و سوزناک گریه می کنند. جعفر پرسید: چه وقت گریه است؟ چرا هنگام شادی و نشاط من گریه می کنید؟ گفتند: ای امیر، تو ما را مأمور کردی برای کاری به شهر برویم. موقع عبور از شط فرات که عرب آن را نینوا می‌خواند، دیدیم در آن صحرا لشکری بزرگ مهیای جنگ است. در میان میدان جنگ حسین ابن علی پسر آن بزرگواری که ما را مسلمان کرد یکه و تنها ایستاده. همه یاران و انصارش کشته شدند. آن حضرت به نیزه بی کسی تکیه کرده، دم به دم به راست و چپ نگاه می کند و می گوید: هل من ناصر ینصرنی، آیا یاری کننده ای هست که مرا یاری کند؟ و شنیدیم که اهل بیت و عیال او صدای تشنگی و العطششان به سمت آسمان بلند بود. پس هرچه زودتر خود را به بحرالعلم رساندیم تا تو را از ماجرا با خبر کنیم. اگر ادعای مسلمانی داری قد علم کن که الان پسر پیامبر را نامسلمانان میکشند. جعفر تا این سخنان را شنید غمگین شد. تاج شاهی را بر زمین زد، لباس دامادی از تن بیرون درآورد و لباس جنگ پوشید. طایفه‌های جنگی را با اسلحه‌های آتشین برداشت و از بحرالعلم به سمت کربلا عازم شد. جعفر میگوید وقتی وارد سرزمین کربلا شدم، از زمین تا آسمان صفهای ملائک، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، هر یک با چندین هزار فرشته دیدم که منتظر اجازه از حضرت ابا عبدالله بودند. به علاوه 124 پیامبر از آدم تا خاتم صف کشیده بودند. تمام موجودات و اشیا در کربلا می گریستند. غوغایی بود. خاتم پیامبران آغوش باز کرده بود و به امام حسین می فرمود: پسرم، عجله کن، به راستی که مشتاق توام. حسین ابن علی یکی و تنها در میان میدان با زخم و جراحات فراوان، پیشانی شکسته، سینه سوزان و دیده گریان ایستاده بود و در هر نفسی که میکشید از حلقه های زرهش خون میچکید، اما اصلاً توجهی به هیچ فرشته‌ای نمیکرد. به من هم کسی اجازه نمیداد تا خدمتش برسم. همان گونه که نگاه می کردم ناگهان دیدم
آقا سر غریبی از نیزه بی کسی بلند کرد. از گوشه چشم نظری به من انداخت و فرمود: زعفر بیا. لشکر را عقب گذاشته و خود به حضورش رسیدم. رکاب بوسیدم. سپس حضرت فرمود: کجا بودی؟ عرض کردم قربانت شوم، در بحرالعلم مجلس عروسی داشتم. به من خبر دادند بدون درنگ با 36,000 اجنه به یاریتان آمدند. فرمودند زعفر زحمت کشیدی و خدا و پیامبر از تو راضی باشند. خدمت تو مورد قبول درگاه خداوند است. هرچه اصرار کردم امام حسین اجازه نداد و فرمود: شما انسانها را میبینید اما آنها شما را نمیبینند و این کار از مروت به دور است. عرض کردم ما به صورت انسان ظاهر میشویم، اگر کشته شدیم شهید میشویم. فرمود: زعفر من از زندگی دنیا دل آزرده‌ام. این خواست خداست و ما باید به لقای او برسیم. اگر من در جای خود بمانم خدا چگونه مردم را امتحان کند و از کردار زشتشان آگاه کند؟ به امر آن حضرت مأیوسانه برگشتم. بساط شادی را جمع کرده اسباب عزا آماده کردم. مادرم به من گفت: پسرم کجا رفته بودی که اینقدر ناراحتی؟ گفتم مادر، پسر آن بزرگواری که ما را مسلمان کرد اینک در کربلا یکی و تنها در برابر لشکر عظیم کوفیان است. من رفتم که یاریش کنم اما آن حضرت اجازه نداد. مادرم وقتی این سخنان را شنید بر سر و صورت خود زد و گفت: زعفر آقت میکنم. فردای قیامت در جواب مادرش فاطمه زهرا چه بگویم؟ زعفر گفت: مادر خیلی آرزو داشتم تا جانم را فدایش کنم ولی اجازه نفرمود. مادرم گفت: بیا برویم، من همراهت میآیم و از امام اجازه جهاد میگیرم. مادرم جلو و من و لشکریانم از پشت سرش دوباره به سمت کربلا حرکت کردیم. هنگامی که به آنجا رسیدیم از لشکریان کفار صدای تکبیر شنیدیم. نگاه کردیم، دیدیم سر مبارک و درخشان آقا امام حسین بالای نیزه است. دود آتش از خیام بلند شده. مادرم خدمت امام سجاد رسید. از او خواست تا با دشمنان بجنگد ولی آن حضرت اجازه نداد و فرمود: در این سفر همراه ما باشید و شبها از اطفال و اهل بیتم مواظبت کنید که از بالای شتر بر زمین نخورند. سپس جنیان اطاعت کرده و تا سرزمین شام با اسیران بودند تا اینکه حضرت سجاد آنها را مرخص کرد. بعد از این واقعه زعفر لباس سیاه بر تن کرد و چنان محزون بود که به هر چاله‌ای که می رسید به یاد مصیبت ابا عبدالله آنقدر گریه می کرد که چاله از اشک پر می شد. زعفر پادشاه جنیان و یار وفادار اهل بیت چندین سال قبل دار فانی را ودا گفت و به دیدار حق شتافت و بعد از او فرزندش سعفر جانشین او شد. ملا حسین واعظ کاشفی در کتاب روضة الشهدا داستان مفصل درباره زعفر نقل می کند. عاشورا می داند. برخی می پرسند بالاخره زعفر جنی واقعیت دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت ملاقات امام حسین علیه السلام با جنیان و اعلام آمادگی آنان برای یاری امام علیه السلام در برخی از کتب روایی آمده است. مثلا در کتاب بهارالانوار جلد 44 صفحه 330 شیخ مفید به سند خود از امام صادق علیه السلام این نکته را نقل کرده که
زمانی که امام حسین از مدینه حرکت کرد، گروهی از ملائکه، مسلمانان و شیعیان جن هم برای کمک به ایشان آمدند. اما حضرت در پاسخ جنیان فرمود: خدا به شما جزای خیر دهد. من مسئول کار خود هستم و محل و زمان قتل من مشخص است. در ضمن حضرت آیت الله بهجت 20 روز قبل از ارتحالشان به موضوع جنیان پرداخت و گفت: پیرمردی بود، من خودم او را دیدم، شمالی بود. گفت: داشتم میخوابیدم، دیدم غلغله‌ای برپاست. گفتم: چه غلغله‌ای است؟ صدایی گفت: جعفر جنی، همان که آمده بود برای یاری امام حسین علیه السلام، حالا وفات کرده است. بنده از طریق دیگری هم شنیده بودم 20 سال قبل عده‌ای آمده بودند و در بعضی از خانه ها را زدند که جعفر وفات کرد. آن پیرمرد میگوید: در همان حالی که داشتم میخوابیدم پرسیدم جانشین دارد؟ پسرش جانشینش است؟ گفتند بله، جانشین هم دارد. گفتم: اسم جانشینش چیست؟ گفت: اسم پسرش که جانشین پدر است کامل یا سعفر می باشد. ممنونیم که تا انتها با ما همراه بودید. حتما نظر خودتون رو درباره جعفر جنی و حضور این جنیان در واقعه عاشورا برامون کامنت کنید. همراهان گرامی، اگر از این مطلب خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و چنانچه به این سبک مطالب تاریخی علاقه‌مند هستید، اساطیرنامه را با زدن دکمه سابسکرایب همراهی کنید.